مؤثر راستگویی رو در زندگیتان یاد بگیرین. آدم راستگوی مردم دوست داره، دروغگوی دوست نداره. یک بار دو بار دروغ، سه بار دروغ گیر می در زندگی فیلم بازی نمیشه. بعضیا می همراه خانم خود دروغ گفته است، همراه میگم خواهر گلم شوهرش هم این تو برادر تا چی وقت فیلم بازی میکنی؟ گیر می یک روز و کل زندگی خراب میشه. نکنین. صداقت بی‌ترین وسیله ارتباط است. آدم راستگوی هر کس دوست داره یا نداری. راست بگو، خودت دوست می داشته باشی. اگه خدای ناخواسته درگیر دروغ هستی بس کو. با دروغ مردم آوردن نتی چی امر خدمت میکنی، پیسه کار باشه، در پا حاضر نیستی بیتی چرا صلاحی به دروغ میکنی. و یکی از مشکلات ما همیست. در رابطه راست و رک باشین، گپ درست بگوین، مردم به دروغ به توقع نندازین. یک کسی قصه میکنه میگه مادرم مریض بود کابل، کسی گفتم پیسه میتی پاکستان بر مادرم قندوز بود، رفتم مادرم از کابل قندوز کابل آوردم، حالی هر چیز زنگ میزنم تلفن خود جواب نمیده و اون مصرفم سر از کده. اگه روز اول میفهمی من پیسه ندارم برای تو بتم یا نمیتا، او تصمیم درست گرفته میتونه است، ولی ما سر از تصمیم خراب گرفتیم با دروغ خود. متاسفانه در فرهنگ ما رواج شده در دل خود آرزوی مرگ مردم داریم، ددان گرش خنده میکنیم. یک چای نمیخوریم، چای دادنی نیستیم، اما با دروغ پس کنیم این دروغا را. هیچ کس نمیفهم با کی روبروست. راستگویی بسیار مهم است. با صراحت بیان کردن خواسته های ما از یک رابطه. من در این رابطه یک دو سه چهار چیز میخوایم. در کار بارتام هم تو زیاد دوستا به اینمی خاطر خفه شدن. بسیار دوستای صمیمی بوده، از اول قاعده رو تعیین نکرده، خو اینمی کارا میکنیم، تجارت میکنیم، تو چند فیصد میخوای دوی؟ نه هیچ فرق نمیکنه، هر چی که شما لازم دیدین، خو هر چی که من لازم دیدم، وقت آخر چیزی که لازم دیده او قار است دیگه. که چرا تو خراب لازم دیدی؟ خود تو از اول باید میگفتی من این قدر میخوایم از این رابطه. مشخص میشد موضوع. بنان خواستتان باید در رابطه مشخص باشه. ما زیاد مبهم گپ میزنیم، والا خودش بفهمه دیگه دکتر صاحب. ما گفتیم دیگه خودش باید بفهمه که ما چی میخوایم. زبان به این خاطر است که بگویی. بعضی شوهر خانمایی مشکل دارن، رمز و راز و یک به دیگه میگه، باز خفه است که من یک راز گفتم نفهمید. معمولا خانما میگه مو گنگستر بیچاره خود نمیشناسه که چی میخواد. او خواسته تو رو چطور بفهمه که تو چی خواست داشتی؟ چرا واضح نمیگی چی میخوای؟ خواست خود باید مشخص ما بگوییم، ابراز وجود کنیم. ما زیاد ابراز وجود نمیکنیم دوستای نازنین. پیشتر پاییز جان میگه چند نفر میخوای صحبت کنه، 2 نفر به مشکل پیدا میشه. بسیار چیزا برای گفتن داریم. بعضیا از ما بسیار خوب میفهمن اما ابراز نمیتونن. این یاد بگیرین در رابطه. هیچ کسی که تفنگ نشان نگرفته که میگه تو خطا خوردم فیر کنه. من میول 20 تا اشتباه کردم، هیچ کسی چی نگفت. کدام ازی شاید تنها بگه که اینجا لغات اشتباه بودی، مشکل تو بود. اما اگه من بترسم چه گپ خواهد خراب میشه. ابرازی وجود بسیار مهم است. حتی تا جایی که میفهمین برایان تریسی کتاب نوشته کرده، حرف بزن برنده شو. ما زیر زبان خود ناافتستیم. اون شعر سعدی هم است که تا مرد سخن نگفته باشد. در اینجا مرد استعاره بر زن هم است. خب و هر دوی شامل است که تا زن سخن نگفته باشد عیب و هنرش. زنا که عیب نداره دیگه، هنرهایش نهفته باشد. تا مرد سخن نگفته باشد عیبایش نهفته باشد. صحیح. حرف بزنیم مردم میفهمه ما چی داریم. من یکی از استادای عزیزام است، بسیار لایق است. میگم تو مثل سودا فروشی میمونی، سودای دبوجی و بکس میبری، پس قلف کردگی پس میاری، هیچ مردم نمیفهمن داخل چی است، چون تو خوب توضیح داده نمیتونی درس. به همین خاطر تو روش نمیکنی، با وجودی که 10 چند از ما که لایق هستی. توضیح مهم است، ابرازی وجود مهم است و این رو یاد بگیریم. باید غلبه بر خجالت بسیار مهم است. زیاد ما خجالت هستیم، از قد و وزن خود میشرمیم. چرا باید؟ من نمی هستم. یعنی اومدیم تمثیل کنیم اینجا مجسمه فروشی خونیست که شما این مجسمه رو کار دارین یا ندارین. خیر کار نداریم بیریم تغییر بده. کار داری بسم الله نداری یک تا دیگه پیدا میشه. خیر اگم بدذوق پیدا میشه که ما رو خوش کنه. من که نمیتونم به خاطر که قدم بلند نشم بتونم بر نوک 2.5 استاد چند دقیقه بعد دیگه توان نب زانوی زیاد. ما همیشه در نوک 2.5 استاد هستیم. لباس ما به نمایش، غذای ما به نمایش، گپ زدن ما به نمایش. با زندگی اصلی ما فرق داره. چرا؟ خود ما باشیم. شکر همین قدر که دارم شکر. حتی من گفتم شاگردان اگه وقت میگم پالی استاد چه نگم قبودین درست هستین، اگه که پایین هم بودین خراب است، ها بلند هم بودین از استاندارد خطا خوردین. اعتماد به نفس. چرا از خود باید بشرمیم؟ سعی کنین بعد از خود شرمیدن، از قد و رنگ و وزن خود شرمیدن بسیار گناه است به نظر من. ما
خالق ما را خلق کرده منحصر به فرد. ما باید دوست داشته باشیم خدا. حتی به نظر من بر انسان توهین کرده بسیار بد است. چرا؟ مثلا من از دوستا سوال میکنم شما تا بالا پوش قرآن کریم توهین کردین؟ میگه نه. چون پوش یک چیز مبارک است. انسان هم حامل روی خداست. به انسان توهین کردن، بد گفتن یا بد دانستن بسیار غلط است. از امروز هیچ کس دیگه بد نگویی و خودم بد نگویی. بیا سر هفته دیگه بیا سر سمینار استاد شو، بیا گپ بزن، بیا یک دفعه خودت تخلیه کن، بیا این احساس تا بگو. زیاد ما حتی در فامیل نمیتونیم. پدر خود دوست داریم تا بالی برش نگفتیم پدر دوستت دارم، برادر دوستت دارم، میشرمیم تا. ماینه خانم یش خانم شکایت داره، میگی مریض نمیگه دوست دارم. میگم آدم چرا نمیگی دوست دارم؟ میگه روزی کارسی کرده بودیم گفته بودم دوستش دارم، من سرمو گپم استاد هستم. میگم خیر یک دفعه گام بگوشه. میگه نه دکتر صاحب نه. میگم خیر بگو، می پیشری تو خونه دکتر. میگم تو شرم بگو تو خیره، ما محرم هستم بگو. خب باز به انگلیسی میگه I love you، میشرمه کالی بگو که دوستت دارم. خودش بفهمه، ما دیگه زحمت میکشیم خودش بفهمه دوستش داریم. میبینی اس خودت نگاه میکنیم چون میشرمیم، ابراز وجود نمیتونیم، زیاد جای باید یک گریه کنیم نمیکنیم، یک خنده دل ما شده نمیکنیم، فکر میکنیم چی خواهد شد. خود رها کنیم، خود رها کنیم. گوش دادن بسیار مهم است در یک رابطه. ما شنونده خوب نیستیم متاسفانه. ما نمیشنویم که بفهمیم چی است. ما زیاد وقت میشنیم که چطور جوابش بدیم. حتی ما شاگردای صنف خودم میگم تا اگه میگه بر جواب میتن. این بچه‌م شما شارت شدین، کس ترو کرده زبان شما را. برق بعضی وقت برق تو جنگ بکس داره و سویچ اینا. بعضی وقت باز شارکت میزنن، یک جایی را بسته میکنن، شارتی است. اصلا نطور است، قرار است که گوش بیاد به مغز بیاد به زبان. بعضیا ما ترو بسته شده که میده گوش صدا میگیره دینگ 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 دینگ، پرده گوش زبانش شور میده. خوب نیست. تو یک دفعه باور تحلیل کو با مغز مبارکت که آدم چی گفته. بعضیا تا در سمینارا میاد پیش از پیش من کل چیزا میفهمم. نکو خیره، تو یک دفعه خود تحلیل کن من چیزا نمیفهمم. با نمینا را بشنو باز پسان قضاوت کن. اما تو در ذهن دفاعیستی، تا من چیز میگم دم دفاع خلق نمیشه. استاد چکستان داره نثار رو نکنین. یعنی بشنوین، تجزیه کنین، تحلیل کنین، بعدش قبول نکنین. اما یک شنونده خوب بودن بسیار. در خانه ما کسی اجازه نمیتیم گپ بزنه. بر خود ما گفته رسیم تو صبر کن میفهم چی میگرده در دلت. تو چی میفهمی از دلش؟ پیغمبر تو داد نکرده که من از دلتان میفهمم. هم ما اداره میکنیم تا جان مقابل چاپ میفهمم هدفت چی است. عجب آدمی هستی جای رسیده. کل چیز تو میفهمی. یک دفعه بشنو. شنونده خوب بودن بسیار کمک کننده است. بعضی وقتا والله ما دمای نخونه هیچ کار دیگه نمیکنیم. میه قصه کای خودم میکنه، گریان خودم میکنه، من فقط گوش میگیرم. ای دکتر صاحب خیر بینید، دلم سبک شد. آدم جور شد. برو ببین زنده باش تو هم خیر بین کت پیسه دیگه. برو خدا هر وقت دیگه میام دلت گرفت بیا من میشنوم. بیا شنونده خوب هستم. خدا پیسه بده نشنوی چقدر خوبه. حالا شما در خانه بی پیسه بشنوید. خب کل نگی من بشنوم مر پیسه شو البته که من بشنوم. آخه بیاین از سرعت لحظات زندگی خود ما کمی پایین بیاریم و کمی کمش بسازیم. بسیاری از ما در یک نوع فرار از لحظه حال به لحظات آینده هستیم و میخواهیم که هر لحظه امروز ما زود تمام شود تا ما برسیم به فرداهای بهتر. اما غافل از این که امروز زندگی هست، همین لحظه زندگی هست. همه ما میخواهیم که زود بگذره، شاید فردا روز بهتر